هنوز همستر و تپسوها و رباتای دیگه تو به کیف پولت بس نکردی؟ سلام، خوش اومدین به این ویدیو. میخوام آموزش 0 تا 100 کیف پول تونکیپر رو بهتون بدم که بعد از لیست شدن رباتای تلگرامی فرصت نقد شدن پولاتون رو از دست ندید. و لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. بریم سراغ آموزش. خب اپ استور رو باز میکنیم یا پلی استورتون رو. حالا بستگی به نوع گوشیتون داره، من اندروید دارم الان انجام میدم. پس پلی استور رو باز میکنم، اون بالا تو نوار سرچ تونکیپر رو سرچ میکنم. بعدش که تونکیپر رو سرچ کردین، تونکیپر اینجا میاد. اینستال رو بزنین، منتظر بمونین تا نصب شه. حالا بستگی به نوع وی پی انتون، میزان زمانش و سرعت اینترنتتون فرق داره. اگر از وی پی ان های رایگان استفاده میکنین و سرعتشون قابل قبول نیست، من یه ویدیو راجع به 5 تا از بهترین وی پی ان هایی که تست کردم ساختم. اون بالا میاد، میتونین روش کلیک کنین و ببینینش. بعد از نصب اوپن رو بزنین. وقتی برنامه کامل اومد بالا، 2 تا گزینه براتون میاد. اولی اون گزینه‌ایه که ما باهاش کار داریم، یعنی برای ساخت ولت یا کیف پوله. اگه قبلا این ولت رو ساختین که میتونین گزینه دومو بزنین و برش گردونین. اگه نه که ما کارمون با اولیه. کرت نیو ولت رو میتنیم. گزینه اول اینجا میگه یه پسورد انتخاب کنین. سعی کنین یک پسورد امن انتخاب کنین. این فقط صرفاً برای وقتیه که میخواین وارد برنامه بشین. این پسورد رو وارد میکنین، یه حالت امنیتیه. حالا هر چی من 1 2 3 4 وارد میکنم، شما هر جور دوست دارین وارد کنین. خب ترجیحاً اینیبل نوتیفیکیشن رو بزنین که فعال بشه اون پیامایی که براتون میاد. به یه همچین صحنه‌ای میخوریم. ولت ساخته شده. اینجا آدرس ولت، حالا مخففش رو براتون گذاشته. اینجا میزان پولی که تو ولتتون هست نشون میده. اینجا تون کوین رو نشونتون میده. میزان ارزشش در لحظه رو براتون نمایش میده. چند تا نکته براتون توضیح میدم، شاید به دردتون بخوره. اگه خواستین حالا تو کیف پولتون پول بود، میخواستین بفرستین، با این گزینه باید کار کنین. سن و حالا آدرس یا اسمشو میدین. یادتون باشه که خیلی مهمه که آدرس رو درست بزنین داخل این بخش. اگه اشتباه بزنین دیگه نمیتونین برش گردونین، یعنی هر چی پول رفت دیگه رفت. اگه خواستین یه وقت حالا دریافت کنین مبلغی و کسی، اینجا ریسیو رو میزنین. فقط کافیه اینو اسکن کنه طرف مقابل، یا اینکه لینک آدرس ولتتون رو اونجا بزنه، یعنی کپی کنین دیگه انجام میشه. میتونین به طرف مقابل بدین و براتون اون چیزی که میخواد بزنه. البته این فقط میتونه تون کوین دریافت کنه، پس فقط تون میتونه ارسال بشه براتون. دیگه بقیه‌شون رو حالا کار باهاشون نداریم. یه سری توضیحات هستن که دونه دونه بهتون میدم. اینجا که میتونین یه 2 تا حساب داشته باشین، یعنی میتونین 2 تا کیف پول هم ایجاد کنین که اد که بزنین با این گزینه کیف پول جدید اضافه کنین. حالا این برای جاهایی به کار میاد که مثلا یه نفر میخواد 2 تا مثلا یک کیف پولشو برای یه کار دیگه نگه داره، یک کیف پولشو مثلا برای چیزای دیگه. یادتون باشه این کیف پول خیلی به دردتون میخوره برای کارهای مختلف، مثل وصل کردنش به همستر، مثل وصل کردنش به تپسوها و بلوم و غیره. میتونه به کارتون بیاد. نکته بعدی که باید بهتون بگم بخش سیتینگشه که یادتون باشه حتما شما باید بکاپ بگیرین از کیف پولتون که همیشه بتونه در دسترستون باشه و اون پولتون نپره. خیلی مهمه که شما از ولتتون بکاپ بگیرین، چون اگه این بکاپ رو نداشته باشین، یه روزی تونکیپرتون پاک بشه، این ولتتون پاک بشه، دیگه نمیتونین اون پول داخلش رو برگردونین. پس خیلی ضروریه که شما یه بکاپ ازش بگیرین. حالا چطور ما میتونیم بکاپ بگیریم؟ اینطوری گزینه بکاپ رو میزنیم، روی این گزینه میزنیم، کانتینیو میزنیم. حالا پسوردی که وارد کردیم، من همون اول 1 2 3 4 وارد کردم، وارد میکنیم. یه همچین لیستی براتون میاد. این لیستی که براتون میاد، ببینین وقتی که اون گزینه دومی که بهتون نشون دادم، برای وقتیه که یه همچین کیف پولی ساختین میخوایم برش گردونین، یه همچین لیستی رو وارد میکنین، از 1 تا 24 رو وارد میکنین اونجا و همین راحتی برمیگردین تو حسابتون، حسابی که پول داخلش دارین یا هر چیز با ارزشی داخلش دارین، اون ولتی که ساختی. پس چطور حالا ما میتونیم اینو نگه داریم؟ با اسکرین شات گرفتن، یه جای امن گذاشتن. یادتون باشه این لیست رو به هیچ وجه نباید به هیچ کس بدین، چون اگه بدین همه میتونن به کیف پولتون دسترسی پیدا کنن. پس مهمترین چیزی که باید رعایت کنین اینه که اینو یه جای امن نگه دارین. اسکرین شات یادتون نره از این بگیرین و همین راحتی. گزینه اولم کلا برای شخصی سازی کردن ولت، حالا رنگایی که ما میخوایم براش انتخاب کنیم و اسمی که میخوایم انتخاب کنیم. حالا این بستگی به خودتون داره که چه اسمی میخوایم
بذارین، چه رنگی میخواین بذارین و چطور میخواین شخصی سازیش کنین. بعد از انجامش سیو رو میزنین. حالا من اینجا اسپنت رو وارد میکنم، یا رنگی هم حالا انتخاب میکنم، سیو رو میزنم و همین راحتی اسم ولت هم شد حالا اسپنت. حالا کارمون که با تنظیمات تموم شد، خب قسمت هیستوری دقیقاً اون تراکنشایی که انجام دادین و کارهایی که کردین رو بهتون نشون میده و حالا بعدن که با تونکیپر بیشتر کار کردین، رفت و آمدی که تو حسابتون داشتین اینجا بهتون نمایش داده میشه. یه قسمت حالا مهمه که بعدن به کارتون میاد، قسمت براوزر. این قسمت دقیقاً برای وقتیه که شما میخواین حالا اکسچنج کنین، یعنی تونتون رو جابجا کنین و مثلا به دلار تبدیلش کنین و یا تون بخرین و کارهای مختلف کنین. این قسمت به کارتون میاد. حالا اگه مثلا زیاد حرفه‌ای نیستین با تونکیپر کار کردن، این قسمت ها حالا اسکیپ کنین، فعلا به کارتون نمیاد. قسمت بعدی که خیلی مهمه براتون، چون اکثرا برای این قضیه این ویدیو رو میبینین که میخواین به ایردراپ ها و ربات ها این کیف پول رو بس کنین. این بخش کانکتد رو انتخاب میکنین از بالا. اینجا دقیقاً لیست ربات هایی که شما بهشون وصلین رو نشون میده و میتونین حالا قطع اتصال کنین یا میتونین بفهمین که به کدوم ربات با کدوم ولت وصلین و این قسمت رو حتما چک کنید، بیشتر اطلاع داشته باشین راجع به ولتتون. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. هر سوالی که راجع به ولتتون کیپر داشتین میتونین توی کامنت ها بپرسین و من تو سریع ترین حالت جوابشون رو میدم. و لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. See you soon.